اسکار بیشعورترین فرد جهان هم با اختلاف میرسه به اون کسی که در جواب تمام لطفها و محبتهایی که بهش کردی با وقاحت تمام برمیگرده بهت میگه مگه چی کار کردی؟ میخواستی نکنی؟ مگه من ازت خواستم؟ این آدم باید به عنوان سمبل بی‌لیاقتی و نمک نشناسی معرفی بشه. ترین رفتاری که یه آدمو میتونه ناراحت کنه چیه؟ قدر نشناسی. وقتی محبتاتو، کارهای خوبتو پای وظیفت گذاشتن، وقتی با تمام وجودت کنارشون بودی و نادیده گرفتنت، وقتی برای خوشحال کردنشون هر کاری کردی ولی ندیدن. چی میشه آدمو قدر نشناس میشن؟ آدمو ذاتاً قدر نشناس نیستن، گاهی اوقات حواسشون نیست، گاهی اوقات از روی دلخوری قدر نشناس میشن، گاهی اوقات یاد نگرفتن که قدر شناس باشن. ما برای حفظ آدمهای مهم زندگیمون لازم حواسمون باشه، حتی اگر دلخوریم یاد بگیریم قدر شناسی واقعی چه شکلیه. اگه عزیزی جزئی از خاطرات خوب زندگیت شد، برای بودنش ازش تشکر.